بینندگان عزیز، همراهان و یاران کامنت، سلام و درود بر شما. من همین کامنت رو با سلام و درودهای ویژه خدمت اشرف نژادان و تمام یاران مقاومت ایران که تظاهرات بزرگ پاریس رو برگزار کردن و بار دیگه یک ضربه سنگین به خامنه‌ای مفلوک و نظام پا به گورش وارد کرد. بله، اون چنان ضربه‌ای بود که دیگه کامنت هم مثلا نداد رژیم سرش. نه، کامنتاشو قورت میداد، چون هر چی میگفت بیشتر رو سر خودش خراب میشد. بله، کامنت داشت، فقط قورت میداد. خب بریم سراغ خبر اول و پروژه‌ای که البته از مدت‌ها قبل رژیم آغازش کرده اما این روزا مدام ژستشو میگیره. اینم عکسش، نام پروژه احداث ندامتگاه یا زندان 10,000 نفره در مشهد که خودشون میگن بزرگترین زندان خاورمیانه است. از این زندان بزرگتر ساختن که 45 سال کل ایران کردن زندانی که چه ظرفیتی نداره. کل ملت ایران زندانی ان توسط آخوندا. البته حالا که اسمش رو گذاشتن پروژه، چند تا پروژه موازی تو همین کشورهای دور و برمون بگم، یک کمی هم دورتر ببینیم پروژه همزمان با همین پروژه توی قطر دارن بزرگترین تونل زیر دریایی رو میسازن. توی امارات دارن بزرگترین شهر مثقف. تو سنگاپور بزرگترین بازار بورس جهان رو دارن اداره میکنن. تو عربستان بزرگترین نیروگاه خورشیدی. تو ترکیه بزرگترین فرودگاه. تو رژیم مفلوک خامنه‌ای بزرگترین زندان. خواسته عقب نیفته از اینا. رفته رو مندیت خود. اون کاری که توش خبره است. اون کاری که بلده رو ساخته. قطار سری و سیر پیشرفت آخوند رئیسی. بابک اون دزده بود تو رژیم. کدوم دزده؟ تو رژیم همه دزدن. نه اون که تو قوه قضاییه بود. دیگه بدتر، هم دزدن هم قاتل همشون. نه منظورم همون اختلاسگر است که براش سریال درست کردن و محاکمه نمایشی درست کردن. اون تبری که میگفت رفقام بفهمن لباسونو قبالم میکنه. بله تبری. رئیس سازمان زندانهای رژیم گفته تبری در مرخصی نیست و آزاد شده. ببین احتمالاً قضاییه خامنه‌ای تا الان زندان بوده واقعا. حالا نمیدونم دیگه آزاد شده دیگه. حالا خوب جایزه ندادن بهش. احتمالاً قضاییه خامنه‌ای به اشتباه خودش پی برده، فهمیده همون محاکمه نمایشی هم نباید ترتیب میداد. اصلا از کی مد شده، اصلا کی عادت شده که قضاییه خامنه‌ای بره اختلاسگر بگیره. اصلا قضاییه خامنه‌ای درست شده اختلاسگرها تأمین داشته باشن، امنیت داشته باشن، با خیال راحت بچاپن. در ثانیه اگر این بخواد اختلاسگر بگیره، اول باید بره خود خامنه‌ای بگیره منشأ تمام دزدی‌ها و تبهکاری‌ها. الان برگشته به تنظیمات کارخانه خودش. قضای خامنه‌ای باید اعدام کنه، کور کنه، حبس طویل المدت تبعید کنه مردم ایران. معنی نداره اختلاس. اصلا چرا وقتش گذشته؟ بله آزادش هم کرده، خیالش هم راحت شد. بله حالا که صحبت به اینجا رسید و صحبت از این اختلاس چیه نور چشمی عظما شد، یادی هم بکنیم از این تیکه از نمایشش در سریال محاکمه فرمایشی و نمایشیش تو تلویزیون رژیم. الان صریح و شفاف آقای تبری فرمودین که حکم عفو که نخوردن، مرخصی هم نیستن، داخل زندان هم نیستن. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده. من ازش میخوام کل لواسه منو به نامم بکن میکنه. بگم کارخونه به نامم بکن میکنه. چرا؟ میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجوری دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم ندارید؟ حرف اصلی رو زدن. آقای تبری گفتن که ما با هم دوست بودیم، اونها دوست داشتن به بنده اموال بدن و بیش از این هم میخواستم میدادن و درست میفرمایند. آقای تبری محبوب دلهای متهمان اقتصادی بود. این ده تهمت دیگه. بابک ولی اینطوری نیست که این اختلاسگره رو همونجوری ول کرده باشن صاف برای خودش بچرخا. از قضا اینقدر بی حساب کتاب نیست. از قضا حکم اشد مجازات رو در رابطه باهاش اجرا کردن. منتها کی اجرا کرده؟ مجری تیویریش. رژیم مجری چیکار داره؟ مجری تیویریش این حکم به این صورت بازجو خبرنگاره. الان بازجو مجری. لعنت بر اون کسی که اختلاس میکنه، رو گرفتاری مردم موج سواری میکنه. لعنت بر اون کسی که فقط داره شعار میده ولی از اون ور در پس قضیه داره بدجوری به جیب میزنه و روی گرفتاری مردم بازم موج سواری میکنه. فقط مهران انقدر بهش بگو انقدر غلیظ نگی لعنت بر اختلاسگر، چون اینطور که این میگه صاف میره میچسبه به ریشم خامنه‌ای رئیس همه اختلاسگرای عالم.
بعد پس از معلوم شد از همه اون نمایش آبکی و زندان دوغکی همون یه لعنت بر اختلاسگر، اونم بدون اسم اومد. رو هوا. میدونی زندان برای این اختلاسگرا حکم اردو میمونه، تیم‌ها رو میبرن اردو تقویت میشن برای مسابقه بعدی، رفته که بیاد بیرون بیشتر برای اختلاس بعدی. خب بریم سراغ یکی از جدیدترین سوتی پلوهایی که توسط وزارت اطلاعات آخوندها پخته شده. اومده یه مستند درست کرده، گفته که آثار موجود روی پوکه جنایی کشف شده در بدن شهید کیان پیرفلک همون پوکه‌ای بوده که توسط مجاهد کورکور و سلاحی که شلیک کرده پوکه اون سلاح بوده. دقیقاً سوال همینجاست، تاکیدم کرده پوکه در بدن شهید، پوکه که وقتی شلیک میکنه میفته اینور. بعدها که در تاریخ جهان بنویسن چه جانورانی به ایران حکومت میکردن، مردم اون دوران خواهند گفت این از کدوم کره اومده بودن، اینقدر وحشی و زبون نفهم. ببین باید با مکانیزم خودشون و زبان آدمیزاد اینا سرشون نمیشه. بعد سوال اینجاست، اینایی که هایپرسونیک میسازن چطوری فرق پوکه و مرمی رو نمیدونن؟ یک احتمال من میدم، چون اینا سیستم ساخت و ساز سلاحشون بر اساس مهندسی معکوسه. یعنی یه سلاح گرفتن، به جایی که از لوله شلیک کنه از قنداق شلیک میکنه، به جایی که برمیش بره پوکش میره مرمیش میمونه. تو مهندسی معکوسه، چون اینم سرای نظامیشون استاد مهندسی معکوسه، یعنی سلاح رو سرته شلیک کرده. بابک صحبت از هایپرسونیک کردی، جدیداً موشک نساختن حاجی زاده و سپاه و این حرفا؟ چرا ساختن؟ نگاه کنم کلیپ رو، بیکار نمیشینن. ملکی از موسوم به ملک سالمندان. بله. این مصوبه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهرانه. که 12,000 متره. بله. در خیابون مقدس اردبیلی. یه جای خیلی خوبی هم هست. این ملک متعلق به سپاه پاسدارانه. بله. و بر اساس توافقی که با شهرداری تهران داره انجام میده، قراره که 2 برج 35 طبقه در این زمین ساخته بشه. این موشک بود، گفت برج ساختن که چه فرقی میکنه؟ ببین موشک هم عمودی میره بالا، برج هم عمودی میره بالا. فقط موشک کلا میره این پیش زمین سرش جدا میشه، اون میره بعد از یه مسافه سرش جدا میشه، همیشه بالا میره 20 طبقه 30، هیچ مشکلی نداره. این همه مکانیزم، یعنی سپاه از همون مکانیزم ساخت هایپرسونیک اومده ساخت برج، یعنی همون. این میرسلیم توی این استبل ولایت همچنان خبرسازه. بعد از اون داستان که گفتش که هیچ فرقی بین لند کروز و پژو نیست، همینجوری ازش عکس میاد بیرون. یه بار دستش آیفون آمریکایی، یه بار پاش کفش ریبوک، یه بار ساعت پاتک فیلیپ 6 میلیارد تومانی دستش، همینجوری کلکسیون. اسمش هم نمیتونم بگم. ببین اشکالش چیه؟ ببین اینجوری نگاه نکن به قضیه. این نظام تهدیدش تهاجم فرهنگیه. اینا هم به عنوان کارگزار رژیم برای اینکه تهاجم فرهنگی نره به مردم بخوره، دست و پاشون و کلشون همه چین در خدمت مبارزه با این تهاجم فرهنگی. به دستشون اون ساعته که تو گفتی میبنده، پاشون هم اون بهترین برند رو میپوشه، دستش هم این یک دستش هم آیفون میگیره، دقیقاً خط واسه جلوی تهاجم فرهنگی. اگه میرسلیم نباشه تهاجم فرهنگی میاد ملت رو جمع میکنه. چون مثلا اینا استکبار جهانی از طریق همین ریبوک و این ساعت‌ها اینا نفوذ میکنه. اصلا اینا دارن فداکاری میکنن. اول نفوذ میکنه تو میرسلیم. فقط هم این نیست که طرف میره ویلا میخره تو کانادا، اونجا خط میبنده جلوی تهاجم فرهنگی. میره تو انواع اقسام بانک‌های اروپایی پولش میذاره اونجا خط میبنده. اصلا کارگزارای رژیم دقیقاً کارشون اینه که خودشون انداختن جلو، هر چی از این تهاجم فرهنگی اول به اینا بخوره. پیشمرگ شدن. اصلا اینجوری نگاه نکن، تو اشتباه نگاه. هیچ وقت اینجوری نگاه نکرده بودم. اصلا این باید 3 تا از اون ساعت‌ها ببنده دستش، بیشتر تهاجم خط ببنده. خب بسیار خوب، رسیدیم به یک بخش بدون شرح. اول ببینیم شرح و کامنتش با شما. قبلا یه جمله میگفتی بگیم، الان بدون شرح. آره بدون شرح. بدون پادشاهی برای ایران ثبات، تداوم و تقویت وحدت ملی خواهد آورد. موروثی بودن پادشاهی انتقال آرام و بی دردسر قدرت رو تضمین خواهد کرد. یک پادشاه و یا یک ملکه نماد ملی است که بسیار مؤثر شهروندان کشور رو به همدیگه وحدت میده. پادشاه و یک ملکه فردی هست فراحزبی و بی‌طرف.
به هنگام درگیری بین احزاب سیاسی و به هنگام بلبشو در دولت، این اون پادشاه و یا اون ملکه هست که میتونه ایجاد اتحاد بکنه، میانجی بشه و آرامش رو دوباره به کشور برگردونه. ضمناً نظام‌های پادشاهی بسیار ارزان‌تر از نظام‌های جمهوری هستند. یعنی من واقعا از قیافه جدی این بیشتر خندم گرفته بود. تا حالا تو عمرم ندیدم یه نفر این حجم از پرت و پلا رو اینطور با جدیت بگه خندش هم نگیره. نه خودشه، ماهیتشه دیگه. یکی بخواد پرت و پلا بگه خندش میگیره، که خودش پرت و پلا باشه ببین چقدر حرف خوبی داره میزنه. ببین این آدمی که من دیدم شخصیتی دوگانه سوز، یعنی همین آدمو میتونی ورداری یه عمامه بذاری سرش، ریش که داره زحمت ریش گذاشتن نمیخواد، ببری تو نماز جمعه یه عبا هم بندازی رو دوشش، یه عبا هم بندازی جای صدیقی و احمد خاتمی راجع به همین صحبت‌ها راجع به ولایت فقیه بکنن که آره ولایت فقیه باید باشه، نباشه اصلا فلان است. در مجموع تو منطقه این آدمای منحط بقایای شاه و آدمای دیکتاتوری آخوندی، رعیت همیشه رعیته، باید هم رعیت باشه، شاه و ولی فقیه هم همیشه شاه و ولی فقیه، همینجوری موروثی گذار کنه. بله موروثی گذار کنه، ثبات و قدرت هم دستشون. ما اصلا حق نداریم فکر کنیم که انتخاب کنیم که بالا سرمون باشه. اون یکی رو که تاریخ فرستاده، این یکی هم که میگن از اون عالم اومده. ولی به این فسیل باید گفت دوران این خزعبلات تموم شده. مردم ایران یک صدا میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بسیار خب، بریم سراغ بخش آخر و کامنت یک جمله‌ای. آخوند رئیسی. یه رئیسی من یه جمله اصلا زیر قرار، چون رئیسی تو یه جمله نمیشه. حالا چک کن شاید تونستی. این دفعه چک کن. آخوند رئیسی 28 آبان 401 گفته به هیچ وجه انجام امور اصلاحی را عقب نشینی تلقی نکنید. رضایت مردم مهم است. 9 تیر امسال هم گفته دولت کاری به حرف دیگران ندارد، مهم رضایت خداوند متعال است. حالا سوال اینجاست که بالاخره رضایت کی مهمه؟ رضایت مردم یا رضایت خداوند متعال؟ کلا اشتباه اینه که تو بری دفتر مشق این 6 کلاسه رو ورق بزنی از این صفر به اون صفر. میدونی اشد مجازات برای رئیسی چیه؟ اینی که بگی همینایی که میگی بنویس، مغزش زیر این فشار متلاشی میشه. ولی خب تو این دوتا چیز تناقضی نیست، چون از نظر این جانور خدا و مردم اسم مستعار خامنه ایه که این یک کشناس همیشه دم برای اون تکون میده، اونم یه استخوان واسه این میندازه. این داد ستد خامنه‌ای و رئیسیه. بله، مهم رضایت اون اسامی مستعار استفاده میکنه. به پایان آمد این دفتر، کامنت ها همچنان باقی. منم این مصرع میگم توش کامنت ببینم درون هیچ کامنتی نگنجد شرح مشتاقی. خدا نگهدار. خدا حافظ همگی.